ذره واسه منم سس بزن. چیکار میکنی؟ یه ساعت دارم دنبالتون میگردم. دستش اومدین تک‌خوری میکنی؟ ما گوخوری میکنم. ببخش. همین الان ساندویچ خوردی، چقدر تغذیت نامناسب. دنبال شما بودیم پیداش نکردیم. سس داشتم میذارم برات. دست ندارم. آره بخوری خوشمزه است. یا دو تا نوشابه بگیریم. من میرم 2 تا نوشابه میگیرم میام. شما بفر. بودو ببینم. زنگ خورده بیا بالا بیرون. بده چطوره بیا بالا بیرون. زنگ خورده بیا بالا ببینم. بیا بالا بیرون. من از تو خسته نباشی. نمیدونم چقدر تشریف. بیا بالا ببینم. سیگارش چیه؟ نسخ بودم مگنا اولترا. نه بابا. شما دارین چیکار میکنین؟ چند نفرین؟ آقا داریم تلمبه میزنیم. یعنی چی؟ آقا این صوبیات چاه رو خراب کرده بودن. داریم تلمبه میزنیم چاه درست کنیم. آفرین چه بچهای خوبی. خیلی مخلصیم آقا. ما باید به مدرسه کمک میکردیم دیگه بالاخره. سری بابا دیگه اینا نگیر وینیسون بگیر. مزه بدی میده. خاموش کن بندازم؟ آره بنداز. سلام آقای مدیر. این لوبیاه؟ نه دسته. ماسک صورتتون هم خیلی قشنگه. آقا تو رو خدا با این صوبیا یه دونه تذکر بدید. همش ما باید تلمبه بزنیم. ما زوریا چه گناهی کردیم؟ گمشو سر کلاس اینم. گم سر کلاس. گمشو میرم. بشکنه من نمیشکنم. بشکنه من نمیشکنم. اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره. ساکت. چه خبره؟ مگه عروسی عمته؟ آقا کاملا درست اومدی. عروسی عممه. مشکلم افتخار میدی؟ زدت باز میاد آی همونی آب همون تازه کن تا بیارن عروس خانم خلوتش آماده کن. یار مبارک بادا شروع مبارک بادا. یار مبارک بادا شروع مبارک بادا. بس دیگه کافیه. بشین سر جاتون میرم. تحویل دادی. اسمت داداش بزرگی منی، آبروی منو میبری؟ از این زیپ به اون زیپ میکنی، شاباشو من ریختم تو جمع میکنی؟ بیا. این بوقلمون تو کلاس ما چیکار میکنی؟ یه هزاری باهات پیونده چون صدا بوقلمون میده. معلم بیا اینجا بینم. برو تو کلاس بینم بچه‌ها کلاس خراب کردن. وایس اینجا بینم. بچه‌ها این زنگ حرف‌فن داریم کتابات رو بذار رو میز. حامد تبریزی مقاومت الکتریکی چیست؟ اجازه مقاومت یا دعوا و درگیری با شوکر را مقاومت الکتریکی میگویند. نه داداش داستانو در میاری کلنگی اینجوری بریم میزنم یارو. باش محمد اون مقاومت مکانیکیه داداش. خب داداش داستانو در میاری اینجوری تق. نه داش من بعد این مقاومت گرمایشه میگیری قر. داداش داستانو در میاری اینجوری پیس صورت یارو. بابا تو اشتباه گرفتی. اینم مقاومت سوزشیه. من دیگه نمیدونم. من لفیدم از گروه. معماریان آقا اجازه جانم. بریم دستوری. آقا من برای تو یه هدیه آوردم، یه دانه سنده تو کارت میاد. بیا بردار ببرش، به دردت میخوره. خودت واسم بیارش. آقا اجازه من برم بهش بدم. امیرعلی عبدلی بیا اینو بر بده بهش. آقا اجازه بده دستتو ببوسم. بابا تو دیگه واقعا دیرین بدو. خب داشتم میپرسیدم معماریان آقا اجازه بریم دستوری اینو خالی کنیم. هی الان دادمش به چیزی پرش کردی؟ میذاشتی هی 2 دقیقه بگذره. معماریان برای اینکه بخوایم جریان برق قطع کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟ آقا قبضمون رو پرداخت نمی‌کنیم. بیام اونجا توک و پاس. حمید شربتی
اگر تلویزیونتان روشن نشد چه کارش میکنی؟ میزنیم کانال 2 هلش میدیم. خدا شاد اونجا کتکی بهت میزنم که لوتی بندر نزده باشه. بترک سر جات. بچه ها 3 مدل مدال در المپیک داریم. آی مهدی تبریزی میتونی نام ببری؟ طلا، نقره، گوز. بیشتر بیاد. گوز یعنی چی؟ آقا ما هر موقع میگوزیم میندازیم گردن هم دیگه. من الان 14 سال دارم توی مدرسه درس میدم، یعنی بیهوده تر از تو تا حالا ندیدم. جوری که 4 سال توی کلاس وایسادی که داداش کوچیکت بیاد هم کلاست بشه. من کلا 4 سال اینجا، به من میگه اسکل. تو ببین چه اسکلی هستی که 14 سال توی مدرسه ای. حالا ای درس نخوانید، فردا یه امتحانی ازتان بگیرم که اینجور سوالای هیچ جا ندیده باشید. مشکلی نداره که آقا، ما هم یه جوابایی میدیم که شما تا حالا تو عمرتون ندیده باشید. واقعا برادان متاسفم. تا حالا به این فکر کردی که اگر من نباشم چی میشه؟ گریه نکن عزیزم، گفتم اگر. گریه نمی کنیم آقا، اشک شوق داره میریزیم، حتی فکر کردن بهشم لذت بخشه. آقا اجازه ما حالم بعد میتونیم بریم بیرون. برو عزیزم، برو انگشت بکن چال حلقت بیار بالا. آقا اگه ما دهنمون جا داشت دست بکنیم درمون که یه موز دیگه میخوردیم. چرا نداریم؟ آقا اجازه میتونیم بریم بیرون؟ ابراهیم کلت چرا شکسته؟ میلاد با خطکش زده سرمون رو شکونده آقا. ای توف این رفاقت. میلاد آخه تو سر پیازی، ته پیازی، آخه گوش تخت بیا بشین سر جات. آقا من کاری ندارم کی ابراهیمو زده. من یه ماه از این خطکش میخوام، به من میگه خطکش ندارم. معماریان تو خیابان جلو یه بیمارستان یه نفر جلو ماشینت وایساده. براش بوق میزنی یا چراغ میزنی؟ آقا اجازه هیچ کدوم. برفاکن رو میزنیم، یا میره این ور یا میاد اون ور. بچه هایی کاردستیاتون رو بذارید رو میز تا بیام نگاه کنم. کاردستی؟ داداشون داستان رو الان روش کن. پلن بی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده توانستم در محدودیت ها ستاره شوم و آفتابه‌ای به نشانه حامد اغلی توسط آقا مهدی تبریزی با هم اختراع کردیم. داداش آقا وقتی میری مسافرت گلیون نیاوردی میتونی این استفاده کنی، عشق کنی. البته در کنار اساتید بزرگ آقای معماریان، آقای حمید شربتی که اساتید زغال و تنباکو هستن، من حرفی زبان قاصره. بفرمایید. ببخشید. شرکت برادران گستر نوین تقدیم میکند به جز علیمون البته. آقا ما تونستیم تنباکوی دوسیب و نعنا رو اختراع کنیم. اینجا شما بکن. تو اپل ارگانیک. شما 3 پر دوسیب میریزی، 2 پر نعنا. داداش کار اینجوری جمع میشه. ما میگیم این سری شما بنویس فقط. بنویس داداش. من حمید شربتی هستم. یه عقاب همیشه تنهاست، خودم تنهایی اختراع کردم. این میشه این. باریکلا. بعد میشه زغال. ما چند مدل زغال داریم. زغال سکه‌ای، زغال چینی. به اینه باید نمک بزنی سردرد میاره. باریکه. یه دونم زغال بافوری داریم که برای بهادره. اونا چیه؟ اونا اون بلوطه؟ نه اون برای گلوت اذیت میشه. اوکی. من میگم حیف نیست الان اساتید شما اینجا یه دونه اینجا تنباکو و زغال بود اینو میکشیدیم. من نوکردم آقا بفرما. بفرما آقا بفرما. داداش اتفاقا منم زغال گردون آوردم. بفرما آقا بفرما. ماشاءالله. داداش حل آقا حل. داداش بیار اینجا به تو میرسه داداش. اینجا باید چی بگی؟ یه دوستی بیار. آقا حالا که اساتید دودودم و گریان و فلان اینا همه جمعن، چی میچسبه؟ تای نبات، تای، سیگار، تخم، چیپس، پچاقا، چیپس. آقا شما قلیون میکشی؟ نه والا. آره خوبی کنی، ضرر داره. اگه هم قاسی بکشی چیزت به دوسیب نمیخوره. آدم سارچین بکش داداش. تای، سیگار، تخم، چیپس، پچاقا. خدایا من به هر محفل غریبم،
ندارم میل دارو کو طبیبم سخت به کار ساخت و سازه منم آلوده دوده دو سیبم بیا آتیش بگردون زغالدونو بچرخون بیا تا کام بگیریم از زمونه به جاغون دود قلیون آی زغالچی بالای تلار نشسته این نار خوری نار عاشقم دیوانه‌ام از خود ندارم خانه ایم آی گه به کوه و دشت نالم گه به هر ویرانه ایم ای صنم جان ای کوچیک بچه ای و عقل بزرگون داریم آی نخورد شراب دو چشم مستون داریم ای جان صنم جان